اگه قرار باشه که من صرفا یک 3D آرتیستی باشم که دارم یک سری در واقع حجم‌ها و اتفاقات و موضوعات 3D تولید می‌کنم، نه این دغدغه من نیست، اصلا برام جذاب نیست. حالا یه تیکه‌شو با هم دیگه یکم میریم یکی از همین کوچه پس کوچه‌های در که ختم میشه به زمین‌های تنیسی که من از بچگی دارم توشون بازی می‌کنم. پروژه‌های اینطوری رو انفرادی پیش میبری یا یک تیم داری تیمی پیش میبری؟ داستان این ور روی کاغذ که تازه تمام شد، داستان اصلی من توی 3D شروع میشه. ممکنه یه کاری روی مانورش بیشتر روی تصاویر و تصویرسازی باشه، یعنی یک آقا خیلی راحت‌تر این جسارت رو داره که اشتباه بکنه، ولی تو وقتی احساس می‌کنی این فرصت الان به من داده شده و من باید بهترین استفاده رو ازش بکنم، ما راه حل ارائه دادن بلد نیستیم، ما فقط زیبا کار کردن در اکثر جاها. خیلی الان پیشرفت کردیم همگی‌ها، ولی هنوز بیسمون هم باز همون اتفاقه. آره، با رسم الخط فارسی این مدل از اتفاقات و انگار اون قداستش رو یه ذره بذاری کنار و یکم بیشتر بری تو دلش باش کار کردن، اونجا بود که احساس کردم که کاری که دارم انجام میدم برای آدم‌ها انگار متفاوت و جذابه.